بسم الله الرحمن الرحیم. امت بزرگ اسلامی، همونطوری که مستحضرید، الله متعال باری دیگر ملت افغانستان را با زلزله مهیبی دیگر مورد امتحان و ابتلا و آزمایش قرار داد. این ملت رو الله دوست داره. هر از گاهی با یه مصیبتی، با یک رخداد طبیعی الله اونها رو آزمایش میکنه. من و شما رو هم امتحان میکنه البته، که ما چگونه به یاری برادرانمون میشتابیم، با مالمون، با جانمون چقدر ایثار داریم. اصلا اگرچه که شما هم در این امتحانات تا به حال قبول شدید. چند سال پیش بود که زلزله‌ای در غرب افغانستان زندجان اتفاق افتاد. رشادت‌ها و همت شما رو دیدیم. من و شما تونستیم یه شهرک بسازیم از 0 تا 100 و در اختیار اون مردم قرار بدیم. اینک وقت آن رسیده یک حماسه دیگر من و شما جزو اولین کسانی باشیم که کمک‌های ما به شرق افغانستان و مناطق